بچه ها من امشب مجردیم و برای خودم هم تاس کباب دستی درست کردم. روش چرخ کرده با سیب زمینی، پیاز و ادویه و چه میدونم مخلفاتی که برای آشپزی هست اینا. و این طرف هم اومدم یه خورده مرغ پخته بودن، آب پز کرده بودم، با برنج قاطی کردم و اگه خوب نگاه کنید با زرشک پلو و این چیزا اینجوری در اومده. البته میگم که من مجردی هستم و فعلا غذام اینجوریه. حالا امیدوارم که شما هم که نگاه میکنید خیلی به من خورده نگیرید، چون من مجرد هستم و با امشب با مجردی طی کردم. حالا انشالله که غذای خوشمزه باشه و جای همتون هم خالی. ممنونم.